اگه پاییزو بشه خورد دقیقاً مزه‌ش همینه. بریم برای آماده سازی. این چیزکیک کدو حلواییمون چند تا قسمت داره. برای قسمت اول من بیسکویت پتی برو به اضافه کره آب شده، چیزی که متفاوتش میکنه همین ادویه‌شه. اینجوری که شد، ببینید من یه ظرف اینجوری با دیواره بلند انتخاب کردم که تقریبا برای این مقدار چیزکیکم مناسب. برای لایه روی کراستمون پنیر خامه‌ای داریم. و خامه. اگه خامه قنادی مثل من استفاده میکنید فرمش میدید و همین. اما اگه خامه صبحانه استفاده میکنید باید پودر شکرم بهش اضافه کنید. خب من یه دونه قیپ یه بار مصرف آوردم به خاطر اینکه میخوام مرتب تر ریخته بشه. توی یخچال تا یه مقدار منسجم بشه. الان که اومدم فیلمی که ضبط شده نگاه کنم دیدم لایه سوممون اصلا ضبط نشده فیلمش. چیکار کنیم؟ فقط براتون توضیحشو میدم. ترکیب پوره کدو حلوایی به اضافه خامه فرم گرفته، حالا میتونه هم صبحانه باشه با پودر شکر و هم خامه فرم گرفته قنادی به اضافه دارچین و پودر زنجبیل. اینا رو با هم مخلوط کردم. به روش لایه قبل روی لایه پنیر خامه ایمون ریختیم و الان برای لایه آخرش من دیگه میخوام یه مقدار پودر دارچین بپاشم و گردو. و در نهایت اینم دسر خیلی خوشمزه چیزکیک کدو حلواییمون.